بارش‌های امسال 40% نسبت به سال گذشته کاهش داشته. در چنین شرایطی مدیریت منابع آب تنها راه مقابله با کم آبی است. ما از منابع زیستی آب و خاک و منابع گیاهی، جانوری و اکوسیستم به صورت پایدار استفاده نمی‌کنیم. این رسالت آبخیزداری هست که به طور پیوسته کار مدیریت منابع زیستی را انجام بده. به گفته مجری طرح تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، برای تأمین امنیت غذایی و مدیریت منابع آب فعلی می توانیم از آبخیزداری بهره بگیریم. برنامه‌هایی که برای الگوی کشتمون و برای امنیت غذاییمون در نظر می‌گیریم بر واقعیت منطبق‌تر خواهد شد. می شود خود به خود جلوگیری بشود از بیابانزایی. هر جا که آبخیزداری رو انجام دادیم گرد و خاک از بین رفته است. مثلا در سبزوار، جایی که بی نهایت به اصطلاح شنماسته می اومد، یا حتی در کاشان. از 25 سال گذشته تا کنون 2500 طرح تحقیقاتی توسط پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تدوین شده. سال گذشته 177 طرح تحقیقاتی رو با یه جهش علمی در واقع تعریف و مصوب کردیم. اقدامات آبخوانداری در 37 ایستگاه تحقیقاتی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 171 میلیون متر مکعب آب را به سفره‌های زیرزمینی تزریق کرده. ارزش ریالی محاسبه شده تغذیه آبخوان‌ها از این طریق بالغ بر 2 میلیارد و 850 میلیون برآورد شده. طبق برنامه هفتم باید طی 5 سال در 20 میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور آبخیزداری و آبخوانداری انجام شود. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.